با سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی است تقدیم از استودیوی مرکزی رادیو و من شالوگل خوجا با شما در 10 دقیقه برنامه امروز 4 می این موضوع را خواهیم داشت. کرونا ویروس هست یا نیست و یا چرا مقامات بهداشتی در ولایت ختلان این سوال را خوش ندارند؟ با باور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا آخر سال کشورش داروی ضد کرونا ویروس را در اختیار خواهد داشت. و ساکنان شهر کلابازان نگرانند که روز آب رود تبالای منزل‌هایشان را شسته می‌برد. ای سال دادارم که دامو پیر شدیم و یاش بده پیر شده 50 دادارم اینا یگان چهره ندیدن دیگه چیکار کنیم کی در داد کنیم. شروع میکنم از یک خبر دیگر. اکبرشاه اسکندرов رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان با نشانه‌های بیماری التهاب شش در یکی از بیمارستان‌های دوشنبه بستری کرده شده است. پیوندان گفتند او 8 ماه پیش التهاب شش شده بود و در خانه طبابت گرفت. حالا به اتاقش کسی را وارد شدن نمیگذارند. اکبرشاه اسکندرов 69 سال دارد. نام برده 25 اپریل در مراسم دفن گنرال عبدالله حبیبов شرکت ورزیده به چند سال رادیوی آزادی هم پاسخ داده بود. در سوخت سردختور بیمارستان ولایتی از وظیفه‌اش سبکدوش کرده شده است. مقامات تندرستی تا به حال سبب این تصمیم را توضیح ندادند. بیمارستان ولایتی سوخت واقع در شهر خوجند آخر ماه اپریل به شفاگاه مخصوص بیماران پنیومونیا تبدیل شد. مقامات 30 اپریل گفته بودند که 10 نفر از گرفتاران کووید 19 در ولایتی سوخت میباشند. در ختلان مسئولین از صحبت در مورد بیماری کرونا ویروس پرهیز دارند. هرچند ارزوی کریم میگوید امور گرفتاری و مرگ از التهاب شش در این منطقه تاجیکستان چشم رس است. مقامات بهداشتی در جنوب تاجیکستان درباره بودن یا نبودن گرفتاران کرونا ویروس صحبت نمی کنند. 3 نماینده بهداشتی در ولایت به سوال ما که آیا کرونا ویروس در ختلان ثبت شده است یا نه پاسخ ندادند. آنها بیشتر در مورد التهاب شش صحبت میکنند و این موضوع را موضوع نگران کننده میگویند. میرالی رجبزاده سردار ریاست تندرستی ولایت نیز اخیراً در یک بیمارخانه سیرایتی شهر باختر بستری شده است که 2 نفر مسئول این نهاد خبر را به رادیو آزادی تصدیق کرد و گفت که او بیماری التهاب شش دارد. همزمان راننده رجبزاده نیز در کرانتین بوده است. در یک جلسه حکومت ولایت ختلان هفته گذشته موضوع گرفتارشوی به التهاب شش بررسی شده است. معلومات رسمی که در اختیار ما است بیش از 200 نفر در جنوب کشور به این بیماری بستری شده‌اند. همزمان هفته گذشته مرگ 10 نفر از التهاب شش تصدیق شده است. مرگ 2 کارمند حکومت ناحیه شهر توست در یک هفته سر و صدای زیادی را به میان آورده است. سیفالدین صدرالدین زاده کارمند بخش مالیات برادر سیفالدین زاده بحریدین رئیس ناحیه قبادیان است. همزمان یک محاسب حکومت ناحیه هفته گذشته فوتیده است که دکتران مرگ این 2 نفر را بیماری قلب میگویند. اما همصحبتان ما گفتند که آنها زیر نظارت شدید پزشکان در بیمارخانه های سیرایتی و زیر دستگاه های مخصوصی صانع هواتهی جان دادند. آخر هفته گذشته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اجازه داد که داروی رمدیسیویر برای معالجه بیماران کووید 19 استفاده شود. در قصر سفید در یک مراسم با تنتنه رئیس شرکت گیلیاد 1,500,000 آمپول رمدیسیویر را تحفه کرد. ولی به قول پرزیدنت آمریکا این کشور در فکر اختراع و استحصال واکسن کووید بوده. رئیس جمهور باور دارد تا آخر سال جاری به این دست خواهند یافت. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ باور دارد که کشورش تا آخر سال روان واکسن ضد کرونا ویروس را در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که کارشناسان ساحه تندرستی میگویند برای تهیه چنین واکسن و استحصال مقدار ضروری آن احتمال کمش 1 سال ضرور باشد. ترامپ تلاش دارد تیرماه سال روان بار دوم به کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شود. او می‌خواهد بزرگترین اقتصاد عالم را که در دوره کرانتین و گوشه‌نشینی با بیکاری و خوف رکود مواجه گردیده است دوباره فعال کند. در ایالات متحده آمریکا بیش از 1,100,000 نفر گرفتار کووید 19 بوده، بیش از 66,000 نفر از این بیماری به هلاکت رسیدند.
فعلا صدها شرکت و پژوهشگاه طبی در پی اختراع و استحصال داروی کووید 19 می باشند که سرچشمه آن کرونا ویروس است. روز 4 می اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تندرستی کنفرانس اینترنتی یا خود آنلاین برپا نموده سرمایه‌گذاری تحقیقاتی مربوط با معالجه کووید 19 را بررسی می کنند. پیش بینی می شود که ایالات متحده آمریکا در سرمایه‌گذاری این طرح بین المللی زیر نظارت سازمان جهانی تندرستی شرکت نورزد. در عرفه نشست وزیر تندرستی آلمان ینس اسپن گفت که شاید برای تولید واکسن ضد کرونا ویروس سالها ضرور باشد. مقامات ازبکستان 3 می تحقیق رخنه در سربند توزه بنیاد آبانباری سردوبه را شروع کردند. در نتیجه رخنه صد آبانباریات شده هزارها نفر در ازبکستان و قزاقستان به ترک مکان زیستی دومیشان مجبور گردیدند. رخنه در آبانبار هفته گذشته به وجود آمد. این حادثه باعث گردید که 70,000 نفر به جای امن کوچانده شدند. از این بین بیش از 50 نفر به بیمارخانه انتقال یافتند. در جنوب قزاقستان بیش از 600 خانه از زیر آب ماند. سربند رخنه شده در مدت 7 سال بنیاد شده و همگی 3 سال طاقت کرد. ولی ساکنان شهر کولوب بوشان 10 ساله هاست منتظرند کی مقامات رودی تیبالای را صاحب‌بندی میکند تا خدای نکرده زیر آب آن نمانند. محمود جان رحمتزاده در این باره نقل میکند. اینجا کهریدگی است. انشالله این برمی بگیره اونجا با بار خودش چپا میشود. در پی بارشات ساحل رود تیبالای تا 1 متر به دیوار شریف محمدزاده نزدیک شده است. در چند سال اخیر با وسیع شدن ساحل رود تیبالای از باغچه نزد حولی شریف هم نشانی نمانده است. محمدزاده میگوید مراجعت های به تکرارش به مقامات در 20 سال اخیر همیشه بی نتیجه بود. از سال دادارم که دمو پیر شده ما یاش بده پیر شده 50 درام اینا یگان چوره ندیدن دیگه چیکار کنیم کی در داد کنیم. رود تیبالای از میان شهر کولاب میگذرد. در دو طرف رود دهه‌های زیاد جای گیرند. از سبب مستحکم نبودن ساحل رود همساله در پی بارانگری ها خسارات زیادی به مردم میرساند. ساکنان محله تودکفش شهر کولاب میگویند مجرای پرخروش این رود روز به روز به خانه هایشان نزدیک می شود. رحمان همه سیل برده است تا خانه همسایه را اینا کپرک ما سال 2010 سوز میکنیم میان کامera میکنن صورت میگیرن وجب میکنن میرن خرسان من میکنن جارو چپش دیگه راه نداریم کودکامون مکتب رفتن نمیتونه. از شما خواهش دارم که بیاین همین ساحل ما را ساز کنه. ساکنان میگوید که اگر این سوی سری وقت مستحکم و ساحل بندی کرده نشود احتمال دارد که نیمی خانه های ساکنان دهه تودکفش را با خود ببرد یا تخریب کند. ساکنان میگویند اگر این روز سری وقت پیشگیری نکنند احتمال مثل سالهای 2010 که چرمگران شهر کولاب را این سوی با خود برده بود تکرار شود. شکایت ساکنان در حالی است که روز 28 اپریل سروزیر از نزد این رود دیدن کرده بود. اما ساکنان میگویند که سروزیر را به مکانهای اساسی این رود نآوردند و جایهای بی‌ضرر را به او نشان داده اند. اما مقامات میگوید که تشریف سروزیر نیز برای هرچه زودتر انجام دادن کارهای ساحل مستحکم کنی این رود بود. ساکنان که چنین وعده ها را زیاد شنیده اند زیاد باور ندارند که مقامات برای بخطر کردن ساحل رود دست به کار میشوند. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد به بعضی قرضدارانی که وضع مالیوی مشکل دارند امتیازها پیش بینی می شود. این نهاد توضیح نداده است که ها همچون مشتری دارای وضع مالیوی مشکل داشته حسابیده می شوند. تنها تاکید کرده است که سبکی‌های به مثل تمدید در پرداخت قرضها و مهلت امتیازناک را در نظر می گیرد. بانک ملی روز 1 می با نشر بیانیه گفت چنین امتیاز در دایره نقشه چاره‌بینی ها آید به پیشگیری تاثیر کووید 19 در نظر گرفته شده است. با این مطلب برنامه امروز را پایان میبریم. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما میتوانید خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخونید. گزارش‌های روز و جالب در خدمت شما است در آزادی ویدیو. من فردا صبح بر وقت با شما خواهم بود. تا فردا خدا نگهدار.